اب دفعه اولتم 1000 بار ما را زن فرزند گفته، این همی ریش سفید ما را دو زدگی است. این همی آدم همی اکای داودی ما زن فرزند گفته 4 مرمی زده نزده. زن فرزند گفته ما را صبحش مهمات ما اوسو قلاچ کرد، چیزی که ما داشتم هم وقت اختیارش ماندیم. مهمات ما اوسو قلاچ کرد، اوسو قلاچ کرد. اگه همو شو ما نمیرستیدم زنای از این همو شو طالب میگاید، همو شو میگاید ایره. یکی ما بودم این زوری کری آدم از تو هستی بی پاس پاسه بودن، ما هستم تو هستی. تو را کی جور کده، کی ساخته تو را؟ ما هستم تو هستی، من نباشم تو از کجاستی؟ مردم که یک تفنگچه درایی در چک پاینای پلیس گشته نمیتونه. تو کاسه کده میگردی از اینجا شر به شر، تو را کس چیز نمیگه، به ارتباط ملیک تاتار کس چیز نمیگه. انا باشه تو کی ولدی کی؟ احساس داشته باشین، غیرت داشته باشین. و از اون مرمی میخوره، از تو چی میخوره؟ کونه در یک جای قیس نمیکنه. و برادر یک چقوری را بکن بیغم پرت و همونجا خوده همه سرت کس آمد زدن بگی، دفاع کردن بگی که یگان مردگو پیدا میشه که به دادی تو برسه، یا تو را اکوال کنه، یا از یک بغل درآمد کده تو را بکشه، یا مرده ایتا یا زنده ایتا. در آینده دیگه اینطور بیجی آمد. هر برادری که بازم میگویم میرویس جان کدامت، اکای داوود، اکای رضابای، اکای پهلوان زرکمر، زرکمر میتونین درست بکنین که نمیتونین فنگایتان بانین بریم پناهتان با خدا. هم کله شیر کله کیری که به ما میارین هرگز نیارین. کل پرسونل من را شما بی غیرت ساختین، کل نفر من را شما گندامخ کرده این، کل نام من را شما در گو زده.